پرچمی تو صف کشیدیم زنده باش ای وطن تاجیکستان آزادی من. در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 14 شهر خوجند سمیناری آموزشی با جلب خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی تحت عنوان تربیت حربی و تندرستی برای جوانان سنی دعوت برگزار گردید. در سمینار متخصص شعبه معارف شهر زمیره محمودова، مشاور شعبه معارف مظفر ایشانوف، راهبران اتحادیه حربی یک قطار مکاتب شهر و خوانندگان اشتراک نمودند. تاکید گردید که خودآگاهی و خویشتن‌شناسی و مسئولیت وطنداری هنوز از سرود الله مادر آغاز گردیده با گذشت وقت تکمیل می‌یابد و به عشق حقیقی مبادل می‌گردد. این تبادلات را در نهاد جوانان، آموزگاران در ساعت‌های درسی و تربیوی، برنامه فیلم‌های حجتی، اید به مردانگی و شجاعت، خواندن قصه و آچرک‌ها، اید به فعالیت قسم‌های حربی و متانت در مشق‌های حربی به وجود می‌آورند که در نتیجه مهر وطن به عشق بزرگ تبدیل یافته، چون جوانمردانی با آر و ناموس برای حفظ و حمایت وطن با عشق پاک و صمیمیت افزون بهر ادای خدمت وطن به عسکری می‌روند. ذکر شد که خدمت به وطن برابر خدمت به مادر است. هر شخص کامل عقل برای مادر و اهل عائله‌اش می‌خواهد خدمت شایسته کرده قرض فرزندی خود را در نزدش ادا کند. اولین قرض جوانمردان وطن این خدمت در صف قوه‌های مسلح بوده برای حمایت آن سپری با اعتماد گردیدن میباشد. مرز و بوم کشور برای ما ساکنان این وطن آرام و آسوده همیشه قیمت بود و مقدس. بنابراین میباید این مقدسات خود را امثال گوهری که چشم نگاهی بینی کنیم و برای حفظش همیشه آماده باشیم. خوانندگان از این سمینار برداشت خوب نموده تاکید داشتند که وطن ما تاجیکستان عزیز ما را امروز کسی غیر از خودمان حفظ نخواهد کرد. وطن مثل مادر هر یکی ما را با آغوش کشیده با مهر پروریده است تا روز به حفظش جان روی کف گرفته مرز و بوم را حمایت کنیم و ما آماده خدمت در وطن و ملت خویش هستیم.